خب این ساز ربابای از خوزستان، همونطور که مشاهده میکنید و ساز بسیار قدیمی هم هست و از یک سیم بهره میبره. ساز کرنای از گیلان، ساز بادی تا هم بالا هست، مثل فلوته. طرز دمیدن این ساز مانند فلوت عمل میکنه. ساز گیلانی و قدیمی هم هست. ساز بسیار قدیمی از گیلان. یا ارتفاع رو نگاه کن. اینم صوت از این سوراخ خارج میشه. ساز قیچک از سیستان و بلوچستان، ساز جنوبی یا همون جنوب شرقی غربی هستش، جنوب شرقی در واقع. ساز قیچک ساز جنوب شرقی که در واقع این مدل قدیمیشه. مدل جدیدش هم هست که بسیار صدای زیبایی هم تولید میکنه. دلیل گفتن این ساز میگن قیچک شبیه قیچیه. این اگه دقت کنی شبیه قیچیه، مثلا کاغذ نمیبره ولی شبیه قیچیه، فرم قیچیه داره. و این قسمت هم پوسته، قسمتی که خرک قرار داره. نوازنده های قدیمی ها داریم. قدیم که کمانچه که موقع 3 عدد سیم داشته. حالا دلیلشو خودم براتون توضیح میدم که به علت وجود ویولون شد 4 سیم. حالا این نوازنده ها اگه خودتون مشاهده کنین، نوازنده تنبک، نوازنده دف، نوازنده تار و نوازنده سنتور. همانطور که میدونی سازها از قدیم حتی قبل از میلاد هم وجود داشته، اما اینها شاید جدیدتر باشن. بادی هستن، سودهای سفالی مناطق مختلف ایران. اینا سازهای بادی، اینها چپاخ نیست، در واقع سازهای بادی. سودهای سفالی از مناطق مختلف ایران. بسیار عالی. من این ساز خودم نمیدونم چیه، ولی از تنبیره نوبان است. دیگه ببینید عظمت و تنبیره آف نوبان. این ساز در واقع حالا گیتار مانند هست و به جای انگشت مانند پیانو به صورت از کلاویه استفاده میشه و از محل بینجو و همون یا هم بلوچستان. حالا متاسفانه اسمشو نذاشتم.
خدا میدونه چقدر قدمت داره. ساز خودمون معروف خودمون از محله بلوچستان. و دوتار از گلستان. دوتار از گلستان. این نکته هم بگم، مثل اینکه این اشتباهی رخ داده. این ساز نامش بینجو هست. اشتباه من را بپذیرید، عذر میخوام. نام این ساز بینجوه و از بلوچستان هم هست. خب این دوتار مربوط به متعلق به مرحوم حاج قربان سلیمانی هست. حالا خوب مونده، ساز خوبیه. دوتار از گلستان. این دوتار از شرق مازندران است. دوتار شرق خراسان. هر مناطق سازهای خودش رو داره و هر چند فرم کاسش هم فرق داره. دوتار شرق خراسان. طرح‌بندی لطفاً نگاه کنید چجوری طرح‌بندی کردن. بسیار زیبا و چقدر سالم مونده. دوتار از شرق خراسان. این سه تا از شرق خراسان هستن. و ساز رباب، ساز ارزم بزرگ شما مثل حالت گیتار، مثل گیتار نواخته میشه، اما حالا هم میزنن از این ساز بلوچستان. از موقع دارن این ساز رو میزنن و ساز بسیار زیباست. و این من این قسمت پوسته. تنبور کرمانشاه. ساز نگاه کنیم. قبوس، مثل اینکه نام ساز هست، بخش قپوس، ساز عاشقی، آذربایجان شرقی. این هم همینطور، ولی عجب طرح‌بندی داره. چجوری درست کردن من زحمتش زیاده و از 5 تا سیم بهره میبره. این هم طرح ساده تر از قپوس. این هم قپوس آذربایجان شرقی. این تار آذربایجان شرقی یکم مدلش فرق میکنه، صداش هم همینطور. هنوزم به عنوان بعضی از اجراها استفاده میشه و با همنوازی پیانو بسیار عالی است. ما سازهای ذهی دیگر رو اینجا مشاهده میکنیم
قیچک از بلوچستان. اینا سایزهای اصلی قیچک هستن. این هم همینطور. این قیچک از کرمانه. بله، تهبندیش هم حالت فرمش با این فرق میکنه. اگه دقت کنین مال بلوچستان، این مال کرمان. حالت این زاویه داره ولی این زاویه نداره. کاسه این دوتا ساز، کاسه شون با هم فرق میکنه. اینم مال کرمانه. حالا شاید فرق میکنه بازم، ولی مدلاشون باز فرق میکنه. مثلا مثل آلتو یا ویولون. حالا مثلا اینم قیچک از کرمان، سایز بزرگتر. لابد صدای متفاوت تری هم داره. این کمانچه نیست، این ساز کمانچه نیست، بلکه پروتی همچین چیزی. ببخشید، یروتیه. بله، یروتی از کرمان و یروتی و ساز جالبی هم هست. چنگ قوطی جالبه. این هم از کرمان. و انواع کمانچه ها رو مشاهده میکنید. این کمانچه از فارسه، یه خورده لاغرتر از کمانچه های دیگه است و دهانه این کمانچه هم پهن‌تر، بزرگتر. کمانچه آذربایجان، کمانچه لرستان، کمانچه لرستان. به احتمال این کمانچه آلتو باشه، چون بله پشت این کمانچه بازه. کمانچه آلتو صدای بیشتری رو تولید میکنه، یعنی صدای بلندتری رو تولید میکنه، یعنی صدای ضعیفتری داره. فورته، خیلی فورته. ولی این حالا کمتر. ولی من از این سر در نمیارم، چون صداشو تا حالا نشنیدم، چون کاسهش خیلی فرق میکنه. شما اینو با این مقایسه کن دیگه بمونه. کمانچه گلستان رو مشاهده میکنیم که حامل 3 عدد سیم هستن. بله، و ترکمن یا همون شاید میگیم ترکمن صحرا. بله، 3 عدد سیم. کمانچه در اصل 3 عدد سیم داشته، بله، که بنا به دلایلی شد 4 عدد. خب سورنا رو مشاهده میکنیم که در محله کردنشین هم موجوده. سورنا از محله ایل بختیاری لرستان، سورنا بلوچستان، سورنا کرمان، دقیق تر نشون بدم. این نکته، اینا جنسشون، این 3 تا جنسشون از چوبه، ولی این از فلز است. سورنا، کرمان، سورنا چه دراز هم هست در واقع. سورنا از کرمان،
سورنا، همچین سورنایی نیده بودم. این هم از کرمانه. سورنا آذربایجان شرقی. این هم سورنا. البته این سورنا مثل کلارینت از این محل دمیدن ها استفاده از این بافت استفاده میکنه، مثل این قسمت نیست. حالا شاید همشون یکی باشه ولی شاید بعضیشون فرق مثل کلارینت بعضیشون. آذربایجان شرقی یا تبریز، این مال خودمون از کردستان. ما از این استفاده میکنیم برای نوازی، هم نوازی با دهل. سورنا شرق خراسان، سورنا مازندران مرکزی. خب سورنای صحابی دیگه خیلی قدیمیه. سورنای ایل بختیاری، سورنای آذربایجان شرقی. خب این سورنا محل نگفته ولی مال ابراهیم قنبری مهر هست. این سورنا ما ابراهیم قنبری مهر هست. خب عرضم به حضور شما که این سه تا سورنا مال آذربایجان شرقی هم. پاکت سورنا هم همون کیس سورنا مشاهده میکنیم. کیس سورنا و کارش محافظت از سازه و سورنا، خود سورنا که مال شمال خراسانه. و حالا این کمی شبیه سازهای کلاسیک هست. حالا کورنا حالا شاید ایل قشقایی شبیه سازهای کلاسیک شد یه خورده. شاید صداش یه خورده بمتر باشه. کورنا شاید حالا خیلی گندم هست. ایل بختیاری. خب دوستان ما نرمنای رو مشاهده میکنیم. ساز بسیار زیبا و خوش صدا. نرمنای های کردستان و نرمنای های آذربایجان شرقی. کردستان، آذربایجان شرقی. خب اینم نیلبک احتمالاً. صدای جالبی احتمالاً داره و خودم یه دونه از این دارم. این یه دونه تو خونمون هست. صدای زیبایی داره. نیلبک احتمالاً از گیلان، آباد کتول و فارس. بله حالا معلوم نیست طبق تعداد مشخص قرار ندادم. اینم که نی جفتی بوشهر. صداشو تو عمرم نشنیدم. نی جفتی کرمان. این 3 عدد مال کردستانه. اینم که مال کرمان هست. حالا شاید یکی نه یا به صدا در 2 تا نه یا به صدا در میارم و
و یه نی دیگر رو انگشت گذاری میکنن که مانند دوبل نوت یک ساز هست که انگشت گذاری دو سیم، انگشت گذاری یک سیم با دستباز سیم دیگه. حالا این به صورت بادی. شاید حالا من تو عمرم صدای این سازها را نشنیدم. نیمبان خودمون نفس زیادی میخواد. ساز بوشهر، نیمبان از بوشهر، نیمبان همین دیگه، از بوشهر و بوشهر دیگه. اینا شاخ نفیر شاخ نفیر درویش از کرمان میکنیم با دقت. حالا بوق هم گفته میشه. کرمان و بوشهر. دقت نگاه کنین. این هم از موزه تهران. درود دوستان، ما اینجا انواع سازهای کوبه‌ای رو مشاهده میکنیم. اینجا انواع تنبک. این تنبک از کردستان هست. یکم نور داره، مشاهده نمیتونی بکنیم. تنبک از کردستان، تنبک از کردستان. نشون بدم تنبک کردستان. این تنبک از همون تنبک فلزی دیگه، تنبک از کرمان. این هم که مشاهده میکنید این از کرمان هستن. کرمان و کرمان. این دوتا مال کردستان هستن. این هم مال کرمانه که حالا ازش استفاده میکنیم. بله، اکثرا مال کرمان و کردستان هم. حالا یه عدم که حالا این عده، این یکی که نیست. حالا این ساز نقاره از کرمان. ساز نقاره با چوب هم نواخته میشه. اینم محل قرارگیری چوب در کیس چوب. اینم از ساز کوبه‌ای دیگه که نامش افتاده. حالا متاسفانه نمی‌دونیم اسمش چیه. این تبلا از بلوچستان. تبلا اینم که مشاهده کردیم. حالا تو هندم از اینا استفاده میکنم. خب اینم که نقاره. پاچو. نقاره از کرمان. تاس از کردستان. اینم با چوب نواخته میشه. ساز جوق از کرمان.
ساز تاس از کرمان. اکثرا این سازها از کرمان و کردستان هستن. حالا ببینیم بقیه مال کجا. حالا این ساز نقاره، بازم این مال آذربایجان شرقی، بخشی مرکزی است. مال آذربایجان مرکزی است، با چوب نواخته میشه. این هم مال آذربایجان مرکزی و با چوب نواخته میشه و بسیار جالبه. روی زانوها قرار میگیره و اجرا میشه. این ساز هم با چوب نواخته میشه، ولی همین نقاره مازندران مرکزی این هم مانند ساز ایتالیایی است، ولی حالا گنده تر و ایرانی. حالا سن این ساز 200 ساله است. حالا میتونیم بگیم دایره به صورت فارسی از کرمان. دف، حالا دف از کرمان، همین دایره، بازم دایره از این دف نیز در واقع دایره مثل اینه تقریبا. حالا اینم از کرمانه، پشتش از اینا هست. دایره آذربایجان شرقی، دایره آذربایجان شرقی، بوشهر در واقع. دایره بوشهر، دایره کرمان، دایره بوشهر. اینم که مال کرمان، اینم مال بوشهره. حالا یا دفعه یا دایره من نمیدونم، چرا بهش میگن دایره. اینم از سازهای کوبه‌ای. و این یکی ببخشیدش یادم رفت، این ساز نقاره. حالا اسمشو نگفته، حالا ولی پوست رو نگاه کن، پوست چه حیوانیه. و احتمالا این سایدگی رو نگاه کنید، بیشتر اون قسمت سایده شده، یخشی کوبیده شده، این قسمت و این قسمت. این که رو همه جاش کوبیده شده و این قسمت و این قسمت، یعنی اینجا و اینجا میزنم. اونم با چوب، اینم چوبش. بریم به قسمت بعد. خب ما ساز الواح فولادی رو مشاهده میکنیم. نوتاش هم روش نوشته شده. این نوت سی، نوت لا، نوت فا، نوت می، نوت ره، نوت دو، نوت ره، نوت فا، نوت سول، نوت لا، نوت دو، نوت سی، خیلی جالبه، نوت لا، نوت سول، نوت فا، نوت می، اینا حروفش ها. نوت ره کجاست؟ نوت ره، نوت دو. یعنی با این ورقه های فلزی نوت ساز ساخته شده. این هم از شکل شمایل این ساز، تقریبا مثل بلزه، حالا ایستاده و متاسفانه مشخص نیست که از کجاست. حالا این گبدوهال، گبدوهال از بلوچستان. حالا دیگه اینا
دهل این دوتا از بلوچستان. آره دیگه دهل از بلوچستان اینجوری بهتره. از بلوچستان این تیمبوک، این تیمبوک از بلوچستانه. حالا این یکم، حالا این دورک از کرمان، این یکی دهل از کرمان. حالا شکل چوب این با این فرق میکنه. دهل از کرمان و این دهل از کرمان هم چوبش. جالبه این تبل عزا و چه سایز گنده هم داره. دهل آذربایجان، این سیخ چوبش چه گنده هم هست. دهل کردی، دهل خودمون. و دهل بختی. اینا معمول اقسام دهل هستن. حالا بیشترشون با اینجا شروع میکنیم. مورواس، ساز مورواس از بوشهر. مشاهده کنیم. طناب بندی بسیار عالی و با کیفیته. و ساز ساز دهلک نال از بلوچستان. این دهلک دوکور، ساز جالبیه. جوره از کرمان. اینم که خدای جالب، اینم جوره است از کرمان. جوره، بازم جوره از کرمان. این متاسفانه اسم نداره چون همطور که میبینی این افتاده، اینم همینطور، ولی بازم مشاهده کنیم. شد نماخته میشه. اینم همینطور. بله. این دمام فلزی بزرگ از بوشهر. اینم که دمام چوبی کوچک. حالا این دمام چوبی متوسط. اینا این سه تا از بوشهر هستن. دمام چوبی متوسط. چوب درخته، این تنه درخت. قشنگ تنه درخت رو سوراخ کرد. اینم از بوشهر و با این چوب نواخته میشه. ارزم حضور شما دمام چوبی متوسط از بوشهر. چوبی دیگه نمیشه. دمام چوبی متوسط از بوشهر. یک صرف کن تا این آخر بوشهر.
دمام چوبی از گوشه، اینم چوبش، اجازه بدید ایناش کجا اینه، این چوبشه، این سیخه، اینه با چوبش کامل دمام فلزی بزرگ، دمام فلزی کوچک، ببخشید بزرگ، فلزی بزرگ، این چوبش، سیخش دیده نمیشه. خب این از جلو، این از ما چوب سحر رو مشاهده میکنیم از کرمان، ساز بسیار بلند و عجیب. و اینجا درخشید بله چلیک کرمان رفسنجان. حالا چجوری اجرا میشه من خبر ندارم. قوطی روغنه هم خداییش چجوری. توسلیک، تو نقشید، تو سیلک، این تو سیلک از بوشهره. چجوری اجرا میشه حالا من نمیدونم، شاید مثل هنگ درام باشه. بوشه این از کرمان. حالا سازها رو مشاهده میکنیم. این سازهای مثل دوران کودکی ما هم بوده. چه سازهایی مثلا این احتمالا در مثلا دوران پهلوانی استفاده میکردن در ورزش‌های قدیم. حالا شاید هم نمیدونم. با نواختن آهنگ حالا شاید من اشتباه کنم. حالا بگذاریم زنگوله ها را مشاهده میکنیم. بسیار زیاده. دف رو مشاهده میکنیم. آذربایجان شرقی دو تا دف دیگه مشاهده میکنیم. این حلقش افتاده حالی کار نداریم. دف دایره قدیمی از کرمان، سن 250 سال، یا این دف 250 سال سن داره. این دف مال آذربایجانه. خب اینم قدیمی ترین سازی که دیدم، 250 سال سن داره. خب اینم از این بخش. ببینیم اگه بخش دیگه هم بود به شما نشان خواهم داد. 250 سال سن واقعا قیمت زیادی. ساز هنرمندانه میبینیم.
هنرمندان مشهور، حالا هرچند شاید این ساز نباشه، حالا بازم خوبه. اشیاء هنرمندان هم هست. حالا حشمت سنجری احتمالا. بخشید حسب الله اومدم بالش هستم خوب در نیاد. این آقایون هم این شمشیر بخشید شمشیر این آقاه صفحه گرامافونه ایناست احتمالا و تمرشون. بله وسایل شخصی هنرمندان مرحوم احتمالا. بله شما نگاه کن. حالا شاید من اشتباه کرده باشم. استاد علی تقی وزیری. حالا شما نگاه کن. تمام وسایل شخصی هنرمندان در موسیقی. هنرمند در سنتور، بله معلوم در گلف هم مهارت داشته. استاد سنتور. وسایل شخصی نوازنده های آکاردئون، بله و اینجا ساز آکاردئون رو مشاهده میکنیم. آکاردئون یک ساز بادی که از هوا بهره میبره و اینجا مشاهده میکنیم. وسایل شخصی نگاه کنید. هنرمند بخشید شاید خوب در نیاد. این هنرمند اصلی کلنل علی نقی وزیری، بخش علی تقی نبود، علی نقی وزیری، هنرمند و نوازنده ساز. تمام اینا هنرمند بودن، یعنی بسیار شگفت‌آوره. یک لحظه بسیار شگفت‌آوره. شما یک دقیقه به اینا چیز کن. چطوری بگم؟ من زمانم بند اومده یا حضرت چه بگم. این آقا وسایل شخصی این آقا، اگه بله سشین شخصی این آقا خلیفه میرزای آغوش قوسی. ساعت حالا یا نقره یا حالا هرچی این ساعت ها اون موقع الان هم لاکچری هم کار نداریم. حالا صفحه گرامافون نه وسایل شخصی تمام هنرمندان این کشور. و اجازه بدید اینا رو کم و باید دور گوشی کم و زیاد کنم، عذر بخوام. و نوازنده ساز و اینجا مشاهده میکنیم که صفحه گرامافونش خودش و نوار کاست رو ضبط کردن. و با نوازنده شخصی این آقا رو مشاهده میکنیم. نوازنده نی میرزا، بله دیگه میرزا صرافی، بله دیگه میرزا صرافی. وسایل شخصی میرزا صرافی. نوازنده نی تنها نوازمش متاسفانه همین نی هست. لطف یک لحظه یه چیز جالب نشونت شما بدم. این نوت ویولونه، خرک ویولون، در واقع این نگهدارنده سیم ویولون
شلدر ویولون، حالا اینشون شاید سیگاری بودن، اهل سیگار بودن، حالا کار نداریم. مال این نوازنده ویولونه. جیمیگدر آنتونیان، این طرف خارجی بوده احتمالا. جیمیگدر آنتونیان همچین چیزی، حالا نمیدونم، نوازنده ویولون. مشاهده میکنیم. بله. یعنی خود ویولون رو مشاهده میکنید چقدر با ارزشه. مال آقا هست، مال جناب ناصر زرابادی. عذر میخوام، ویولون ناصر زرابادی. بله، ویولون آقای ناصر زرابادی. خدا رحمت کنه این آقا رو. هر لوازم شخصی، این یه ردیف، تمام اینا مال یه ردیفه. یعنی این مال یک نفر. عجب. این مال یک نفر. خدایی نوازنده تار اسکندر ابراهیمی. عینک و دمپایی و چند تا قصیده میشنیم دیگه. میریم بالا. نوازنده تار فریدون حافظی. همایون خرم. مثل این که اینم نوازنده ویولون بوده. به این شلدر نگاه کنید. بله، نوازنده ویولون بوده. اینم از وسایل جوانا خونگیر دیده بودین شما؟ من که ندیده بودم. اینم از وسایل شخصیه. میریم بالا. نوازنده نی. بله، میریم بالا از جناب حسن کسایی. بله، احتمالا شگفت‌آور سه تا صفحه گرامافون و ریشتراشو می‌بینیم که بله. بریم بالا از وسایل آقای بیژن ترقی. و بازم ساز ویولون رو مشاهده می‌کنیم از جناب بزرگ لشکری. صفحه ضبط کرده. بذاریم بزرگ لشکری. بله، بزرگ لشکری. بله، نوازنده ویولون. من خودم ویولون میزنم، حالا ایشونو بهتر مشاهده کنیم. بله، ویولون رو بهتر مشاهده کنیم. اینم از ویولون. اینم از وسایل شخصی این آقا. آوازم نوازنده ویولون مهدی خالدی. بله، خیلی چیز علاقه داشتم. علی تجویدی. سمه ضبط کرده. این لمس شخصی اینه. تمام اینا لوازم شخصی خود فرد هستن.
بله این هم از حسین شخصی میره به قسمت بعدی.